Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Zakir Naik. My name is Ali from the United States of America. I am a businessman. Quran says that taking a loan is haram, that is prohibited. آقای دکتر زاکر نایک، اسم من علی از ایالات متحده آمریکا و یک تجارت پیشه می باشم. قرآن می فرماید که قرضه سود گرفتن حرام است. می خواهم در آمریکا یک خانه بخرم، اما نمی توانم بدون اخذ قرضه مسکن خانه بخرم. با یکی از امامان مسجد صحبت کردم. او به من گفت به دلیلی که شما در آمریکا زندگی می کنید، باید از قوانین این کشور پیروی کنید. می دانید که خریدن خانه برای شما در این کشور مشکل تمام می شود و برای آینده فرزندانتان خوب است. او به من گفت شما فقط به این هدف می توانید یک بار در زندگیتان قرضه مسکن بگیرید. می خواهم از شما بدانم که آیا حرف او درست است؟ اگر حرف او درست نیست لطفاً مرا راهنمایی کنید. جزاک الله خیرا. سوالی را که برادر ما علی از آمریکا مطرح کردند که او می خواهد یک خانه بخرد و برایش ناممکن است که آن را بخرد. پس برایش امکان ندارد که بدون قرضه مسکن که یک نوع سود است آن خانه را بخرد. و او از امام یکی از مساجد سوال نموده. او برایش گفته است که شما می توانید در زندگیتان یک بار قرضه مسکن کنید، زیرا شما باید قوانین و مقررات کشور آمریکا را پیروی کنید. پس می توانید به سود قرضه بگیرید. پس شما اگر در زندگیتان یک بار قرض بگیرید، زندگی شما را خوب می سازد و همچنان برای آینده فرزندانتان خوب است. پس نظریه شما در این باره چیست؟ لطفاً پاسخ بدهید. تا آنجایی که به سود مربوط می شود، حداقل الله سبحانه و تعالی 8 بار در قرآن درباره ربا بیان نموده و در بسیاری اینجاها فرموده که ربا یعنی سود حرام است. و بر علاوه آن الله سبحانه و تعالی در سوره بقره سوره 2 آیه 278 و 279 می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و زیادی ربا را رها کنید اگر به راستی اهل ایمانید. پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول برخاسته اید. به این معناست که الله سبحانه و تعالی در قرآن می فرماید اگر شما زیادی ربا را می گیرید خدا و رسول با شما جنگ خواهد کرد. و امام ذهبی در کتاب کبائر 12مین گناه کبیره سودخواری را گفته است. و پیامبر گرامی ما می فرماید که رباخواری گناهان زیادی دارد و آسانترین آن مساوی به آن است که کسی با مادر خود زنا کند. تصور کنید که چقدر گناه سخت در ربا گرفتن است. و این امام شما که نظر داده است می دانید که در کشورهای غربی کسانی را می بینید که نظریات و دیدگاه های خودشان را دارند که با قرآن و سنت مطابق نیست. او می گوید نظر به قوانین و مقررات کشوری که زندگی می کنید می دانید مشکل نیست و گرفتن سود در زندگی برای یک مرتبه شما را قوی می سازد و آینده کودکتان را تضمین می کند. تصور کنید الله و رسولش بر علیه شما اعلام جنگ می کند. به هر اندازه که یک کشور شما را ثروتمند و قوی بسازد، قوی ترین یا ثروتمندترین مرد جهان بسازد یا بهترین آینده برای کودکانتان تضمین کند، آیا کسی در این جهان می تواند با جنگی بر علیه خدا و رسولش روبرو شود؟ پاسخ نخیر می باشد. پس آن امام مسجد شما که فکر میکنم از امور دینی آگاهی درست ندارد، به نظر من گرفتن قرضه سود حرام است و گناه کبیره می باشد. و الله سبحانه و تعالی به صورت خیلی واضحی در قرآن بیان نموده و احادیث متعددی وجود دارد که فرد را از گرفتن ربا منع می کند. چی می شود وقت شما در کشورهای غربی مقیم می شوید؟ بسیاری کسانی را می بینید که با آنها داعی گفته می شوند و دانشمندان دینی گفته می شوند. آنها تلاش می کنند که دین را آسان و راحت کنند. پس می گویند که به دلیلی که شما در کشورهای غربی زندگی می کنید این و آن مشکل نیست. دست دادن به جنس مخالف حرام نیست، خوب است، ممکن مکروه باشد. اختلاط زن و مرد مشکل ندارد. فتواهای اینچنینی زیادی آنان صادر می کنند، اما نظریات آنان مطابق تعلیمات قرآن و سنت نیست. سودخواری یکی از سخت‌ترین گناهان کبیره در اسلام است. شما نمی توانید هیچگاه در زندگیتان قرضه سود بگیرید. به طور کلی جایز نیست. گزینه‌های زیاد غیر از ربا وجود دارد. زیرا اگر شما قرضه مسکن که ربا می باشد میگیرید و فکر می کنید که جایز است، شما دارید آخرتتان را برای این دنیا مبادله می کنید. خانه شما در بهشت خیلی مهمتر از خانه شما در این دنیا می باشد، هرچند در آمریکا باشد یا در هر قسمت دیگر این جهان.
پس میخواهم برادر عزیز شما را توصیه کنم که لطفاً فریفته نظریات اینچنین اشخاصی که دانش اسلامی ندارند نشوید. صرف نظر از این که شما در آمریکا زندگی میکنید یا در هر گوشه و کنار این جهان، در قرآن و حدیث هیچ متن وجود ندارد که اگر شما در آمریکا زندگی میکنید میتوانید ربا بگیرید و اگر در آمریکا زندگی نمیکنید نمیتوانید. این دیدگاه ها فقط نظریات شخصی آن افراد است. به شما توصیه میکنم که ربا نگیرید و زمانی که الله به شما سرمایه و دولت نصیب کرد الحمدلله. حتی اگر در تمام عمر شما زندگیتان را در خانه های کرایی سپری کنید مشکل نیست، اما کرایه به شما ارزانتر تمام می شود نسبت به قرضه مسکن شما که به آن سود می پردازید. زیرا پیامبر گرامی ما فرموده که مانند مسافر در این جهان زندگی کنید و یک مسافر به طور معمول در خانه خود زندگی نمی کند. هرگاه الله به شما ظرفیت عطا نمود و پولدار شدید الحمدلله. اگر سرمایه ندارید فقط به خاطر امنیت خودی و قوانین کشوری به کارهای حرام دست نزنید. امیدوارم به سوالتان پاسخ گفته باشم.